سلام دوستان عزیزم، با من همراه باشین. امروز میخوام یه نون پنبه‌ای فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. داخل تابه 2 لیوان آب معادل 200 میلی لیتر، یه قاشق چایخوری نمک، 3 قاشق غذاخوری روغن مایع، شما میتونین کرم استفاده کنین و 5 قاشق غذاخوری شکر معادل 80 گرم اضافه میکنیم و اجازه میدیم که حل بشه. بعد از اون شعله گاز خاموش میکنیم و پودر کاکائومون که 35 گرم هست معادل 1/3 پیمانه اضافه میکنیم و هم میزنیم. داخل یه لیوان دیگه 4 قاشق غذاخوری آب ولرم، بهش 1 قاشق چایخوری شکر و 1 قاشق چایخوری خمیر مایع که 5 گرم هست به همراه 2 قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنیم. البته آرد دل بخواهی هست و هم میزنیم و روشو میزنیم و حدود 10 الی 15 دقیقه بهش مهلت میدیم که خمیر مایع عمل بیاد. ببینید لیوان خمیر مایع من به حد انفجار رسیده. این نشونه خوبیه، یعنی اینکه شما هم درجه آب رو رعایت کردین هم مقدار مواد رو. اگر که این اتفاق نیفتاد برای خمیر مایعتون، پس بدونین که یا درجهش زیاد بوده، یعنی اینکه خیلی داغ بوده، چون خمیر مایع ماده بسیار زنده است. درجه حرارت آب باید به شکلی باشه که شما حدود 10-15 ثانیه انگشتتون رو داخل آب نگه دارین و دستتون نسوزه. بعد از اینکه خمیر مایع رو با مواد کاکائویی منقاطی کردیم، آرد رو که 3 پیمانه هست معادل 400 گرم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. دقت داشته باشین که اگر که این اتفاق برای خمیر مایعتون نیفتاد، یعنی اینکه یا شما درجه حرارتش رو رعایت نکردین یا اینکه مواد خمیر مایعتون کهنه است و بعد تازه‌شو تهیه کنین. برام بنویسین که آیا شما هم تجربه پخت نون رو دارین یا نه و اینکه چطوری در اومده نونتون. اگه خمیرمون چسبنده باشه هیچ اشکالی نداره. سطح کارمون رو آردپاشی میکنیم و خمیر رو بهش انتقال میدیم. یک لایه دیگه روش آرد میریزیم و شروع میکنیم به ورز دادن خمیرمون. اگر که هنوز دیدین که خمیر چسبنده هست هیچ اشکالی نداره. دوباره به آرد بیشتری نیاز داره. اما نباید بیشتر از حد بریزین، چون که ممکنه خمیر سفت باشه و خمیر مایع دیگه عمل نکنه. کمی چسبنده بودن خمیر هیچ اشکالی نداره. با استراحت دادن و ورز دادن این مشکلش هم رفع میشه. از طرفی وقتی که خمیرتون رطوبت کافی رو داشته باشه، یک نون اسفنجی خیلی لطیف رو میتونین شما داشته باشید. در نهایت میبینین که چه خمیر نرم و لطیفی دارین. کل خمیر رو یک چونه گرد میکنین. داخل کاسه‌ای که چرب کردین و یا اینکه آرد پاشیدین میذارین و 1 ساعت بهش استراحت میدین تا حجمش 2 برابر بشه. میبینین که خمیرمون چه پف خوبی کرده. دستامون آرد پاشی میکنیم و پف اضافه خمیر رو میگیریم. ولی تو این مرحله دیگه بیش از حد بهش آرد نزنین، چون خمیرتون سفت میشه. این نون یک نون پنبه‌ای و فوق‌العاده خوشمزه میشه و مناسب عصرانه و صبحانه هستش. پس تا ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب خمیرمون دیگه آماده است. خمیر رو به 10 قسمت مساوی تقسیم میکنین. شما میتونین از ترازو استفاده کنین که چونه های 1 دست و 1 اندازه داشته باشین. بعد از اینکه تقسیم بندیشون کردین، اونها رو چونه گیری میکنین.
حالا هر قسمت رو گرد و چانه میکنید. به حرکت‌های دست دقت کنید. اگه هنوز عضو کانال ما نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگولش هم فعال کنید. اگه خمیر هنوز به دستتون میچسبه و نمیتونین مقدار آرد رو کنترل کنین، میتونین دستتون رو چرب هم بکنین. شما میتونین داخل هر چانه مقدار شکلات چیپسی یا شکلات های مقاوم به حرارت و یا هر مغزیجات دیگه‌ای بریزید. تمام 10 قسمت رو به همین حالتی که دارین میبینین چانه میکنین. بعد از چانه‌گیری خمیرها داخل قالب میذاریم و روشو میپوشونیم و 20 دقیقه بهش استراحت میدیم تا دوباره پف کنه. من روی چند تا از خمیرها آرد پاشیدم و با چاقوی تیز روش برش زدم. این برش ها کمک میکنه که بخاراتی که توسط خمیر هنگام پخت تولید میشه به راحتی خارج بشه و همینطور کمک میکنه که یک نواختر بپزه و زیباتر هم بشه. دقت کنین که فشار چاقو بیش از حد نباشه که پف خمیر نخوابه. بعد از اینکه برش‌های مورد علاقه‌مون رو خمیرها رو زدیم، داخل فر از پیش گرم شده با درجه 170 درجه به مدت نیم ساعت میذاریم. من براتون چند مدل طرح گذاشتم که اگه دوست داشتین اونها رو پیاده کنین. حالا روی چند تا از نونها که پخته شدن با چنگال و کارد و پودر قند تزیینشون میکنیم. به به، میبینین که نتیجه کار چه زیبا و چقدر پنبه‌ای هستش. امیدوارم که این نونهای خوشمزه رو درست کنین و نوش جونتون کنین.